شاید الان که داری این ویدیو رو میبینی داری روی بزرگترین گنج تاریخ ایران راه میری و خودت خبر نداری، چون سلسله‌ای که 5 قرن بر ایران حکومت کردن امروز حتی یک قبر هم از پادشاهانشون پیدا نشده. صحبت از امپراتوری اشکانیانه، ابرقدرتی که 500 سال کابوس رومی ها بود و نبض اقتصاد دنیای باستان رو در دست داشتن، اما اونها برخلاف هخامنشیان هیچ رد و نشونی از مقبره هاشون به جا نذاشتن. بعضی مورخا میگن شاید در شهر باستانی نساتوی ترکمنستان دفن شدن، اما تا امروز هیچ قبر شاهی اونجا پیدا نشده و بعضی دیگه معتقدند اشکانی ها برای محافظت از شاهاشون و گنجینه هایی که کنارشون دفن میکردن قبرها رو با طلسم های باستانی تو دل صخره ها و کوه ها مخفی کردن. شاید جایی بین کوه های زاگرس یا دل صخره های خراسان، هر چه که هست در دل این کوه ها پنهان شده. برای دیدن رازهای ناگفته تاریخ ایران پیج تاریخ مدرن رو دنبال کنید.